نامه دوم به تسالونیکیان باب 1. سلام به جماعت ایمانداران شهر تسالونیکی که از آن خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح است. ما پاولوس، سیلا و تیماتیوس به شما فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح خواهانیم. برادران و خواهران، ما باید همیشه برای شما خدا را شکر گوییم. این شکرگزاری درست است، زیرا ایمانتان به حد زیاد شده محبت هر یکی شما نسبت به همدیگر تا رفت می افزاید. شما در همه دنبالگیری و دشواری ها ایمان و صبر و طاقت خود را ظاهر می کنید. برای همین ما در بین دیگر جماعت های ایمانداران خدا با شما فخر می کنیم. خدا به واسطه این آزمایش ها با انصاف بودن خود را نشان می دهد و عاقبت شما به پادشاهی خدا که به خاطر آن عذاب می کشید سزاوار می شوید. خدا با انصاف است و او عذاب دهندگان شما را عذاب می دهد. وقتی که خداوند عیسی از آسمان با فرشتگان توانا می آید، او ما و شما را که چنین عذابها را از سر گذرانیده ایم آرامی می بخشد. او از آنهایی که خدا را نمی شناسند و به خوشخبری خداوند ما عیسی اطاعت نمی کنند با شعله های آتش قصاص می گیرد. آنها به هلاکت جاویدانه گرفتار گردیده از حضور خداوند از بزرگی و قوت او جدا می شوند. وقتی که خداوند عیسی در روز قیامت می آید، خلق خدا او را شکوه و بزرگی می بخشد و همه ایمانداران از او به هیجان می آیند. از بس که به شهادت ما درباره خوشخبر باور کردید، شما نیز در بین آنها می شوید. از این سبب همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما شما را به دعوتش سزاوار داند. بگذار خدا تمام نیت خوب و کار نیکی که از روی ایمان کردنی هستید با قدرت و تواناییش عملی سازد. خلاصه شما با فیض و مهربانی خدای ما و خداوند عیسی مسیح نام او را شکوه و بزرگی می بخشید. همچنین او نیز شما را شکوه و بزرگی می بخشد. باب 2. برادران و خواهران، درباره برگشتن خداوندمان عیسی مسیح و واخوری ما با او از شما التماس داریم. از یگان پیشگویی و آوازه و مکتوبی که گویا ما پهن کرده باشیم که روز قیامت الکی رسیده است، زود پریشان خاطر و ناراحت نشوید. احتیاط باشید که هیچ کس شما را با یگان راه فریب ندهد، زیرا پیش از آمدن روز قیامت باید بر ضد خدا شورش بزرگ برپا شود و شخص ظالم که به مرگ محکوم شده است آشکار گردد. شخص ظالم به همه چیزهایی که آدمان مثل خدا، بتها یا همچون مقدسات پرستش میکنند ضد برآمده خود را از همه بالا میگیرد. در نتیجه در معبد خدا ساکن شده خود را خدا اعلان می کند. آیا در خاطر دارید که هنگامی در نزد شما بودنم درباره این چیزها می گفتم؟ برای آنکه ظالم پیش از مهلتش عیان نشود او را چیز منع می کند. حالا شما از این باخبر هستید. الکی ظلم مخفیانه عمل می کند، لیکن کسی که منع می کند
تا دمی از بین رفتنش کارش را دوام می دهد. سپس همان شخص ظالم آشکار می شود و خداوند عیسی با نفسش وی را کشته با حضور پرشکوهش نابود می کند. آمدن ظالم کار شیطان است. ظالم با تمام قوه و معجزه و علامتهای بر دروغش عمل می کند. او آدمان نابود شده ایستاده را به هر گونه مکر و فریب گرفتار می کند. اگر آنها راستی را دوست داشتند می خواستند نجات می یافتند، لیکن آنها آن را رد کردند و از این سبب نابود می شوند. برای همین خدا آنها را گمراه می کناند تا که آنها به دروغ باور کنند. بنابراین شخصانی که به جای به راستی باور کردن گناه را دوست می دارند حکم کرده می شوند. برادران و خواهران دوست داشته خداوند، ما باید به خدا برایتان همیشه شکرگزار باشیم، زیرا او از ابتدا شما را انتخاب کرده بود. برای همین شما به واسطه با روح القدس یعنی روح خدا پاک شدن و به راستی باور کردن نجات یافته اید. او شما را به واسطه خوشخبری ما به خاطر این نجات دعوت کرده است که شکوه و بزرگی خداوندمان عیسی مسیح را صاحب شوید. برای همین برادران و خواهران استوار باشید و تعلیمات را که ما آن را به شما هم دهنی و هم خطی رسانیدیم محکم نگاه دارید. بگذار خداوندمان عیسی مسیح و خدا پدر که ما را دوست می دارد و از روی فیض و مهربانیش به ما تسلای ابدی و امید نیک می دهد، برای هر کار و سخن نیک به دلتان روح بلندی بخشد و شما را قوی گرداند. باب 3. خلاصه برادران و خواهران، برای ما دعا کنید. بگذار خبری خداوند چه خیلی که در بین شما هست زود پهن گردیده در بین دیگران هم با احترام قبول شود. دعا کنید که ما از آدمان بد در امان باشیم، زیرا نه همه به خوشخبر باور دارند. خداوند وفادار است و او شما را مستحکم نموده از شیطان حمایه می کند. خداوند به ما درباره شما باوری می دهد که فرمانمان را اجرا نموده ایستاده اید و همان طور دوام می دهید. بگذار خداوند دلهای شما را به محبت خدا و صبر و طاقت مسیح روانه کند. برادران و خواهران، به نام خداوندمان عیسی مسیح به شما امر می دهیم که از آن ایماندار دوری جویید که بیکار خوجگی نموده موافق تعلیمات از ما گرفته‌اش زندگی نمی کند. خودتان می دانید که چطور به ما باید پیروی کنید. هنگام در نزدتان بودنمان ما بیکار خوجگی نکردیم و نان کسی را مفت نخوردیم. برعکس شب و روز بسیار مهنت می کردیم تا که به هیچ یکی از شما بار نشویم. با وجود آنکه به یاری شما حق داشتیم خودمان کار می کردیم. می خواستیم به شما نمونه عبرت باشیم. حتی هنگام در نزد شما بودنمان فرمان می دادیم که به کسی که کار کردن نمی خواهد یاری نرسانید. ما شنیدیم که با وجود این بعضی ها در بینتان بیکار خوجگی می کنند. هیچ کار نکرده نخودی پیش قاشق می شوند. از نام خداوند عیسی مسیح با آنها فرمان داده نصیحت می کنیم که با سر خم کار کرده رزق و روزی حلال یابند. اما شما باشید برادران و خواهران از نیکی کردن خسته نشوید. کسی را که به تعلیمات در این نامه نوشته همان اطاعت نکند به نظر گیرید
و با او رفت و آمد نکنید تا که شرم دارد، ولی او را دشمن نشمارید، بلکه به مثل برادر و خواهر نصیحت نمایید. بگذار خود خداوند که سرچشمه صلح و آسایشتگی است همیشه به شما در همه حالت صلح و آسایشتگی دهد. خداوند با همه شما باد. از حسن ختم می بینید که این سلام را خود من پاولوس می نویسم. در همه مکتوب هایم نیز همین طور می کنم و با این اثبات می نمایم که مکتوب در حقیقت از طرف من است. بگذار فیض و مهربانی خداوندمان عیسی مسیح با همه شما باشد.